مردان اهل ایمان بگو که چشمان خود را از نگاه بد و وسوسه انگیز فرو گیرند و پاک دامنی خود را حفظ کنند، زیرا این کار برای حفظ شرفشان بهتر است، و بدانند که خداوند از عملکردشان با خبر است. و به زنان اهل ایمان نیز بگو که چشمان خود را از نگاه بد و وسوسه انگیز فرو گیرند و پاک دامنی خود را حفظ نمایند و زیبایی های خود را جز آن مقدار که قهراً پیداست آشکار نکنند و دنباله دستمال سر خود را بر گریبان بیندازند و زینتهای خود را آشکار نکنند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان و یا پسران خواهرانشان و یا زنان همکیششان یا بندگانشان و یا خدمتگزارانشان که تمایلی به جنس زن ندارند و یا کودکانی که از وضعیت جنسی زنان بیخبرند. همچنین زنان نباید چنان پای بر زمین بکوبند که زینتها و زیبایی‌هایی که مخفی کرده‌اند دانسته شوند. ای اهل ایمان، همگی به سوی خداوند بزرگ توبه کنید، امید آنکه رستگار